سلام دوستای خوبم. امروز از آموزش ما دستبند مدل دریاه که آغاز آشنایی ما هم هست. در ابتدای کار لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم به صدا در بیارید که خوشحالمون کنید. کارمون رو شروع میکنیم با استفاده از 2 نخ که به وسیله گره مخفی کن محکم میشه. آغاز کار با یه مهره درشته. مهره من شماره 8. بنا به تجربه فکر میکنم اگه کار رو با مهره های شماره درشت شروع کنیم زیبایی بیشتری داره. چون تمی که در نظر گرفتم تم دریاست، دریای ملایم نه طوفانی، از رنگ های ملایم آبی استفاده کردم. مهره هایی هم که توش به کار رفته مهره و سنگ های شماره 6 8 و 4. برای بین کارم از منجوق با رنگ های مختلف که تم دریا رو تداعی میکنه استفاده کردم. مهره های سایز بزرگ رو از 2 نخ رد میکنیم و مهره های سایز کوچیک و منجوقا رو هر کدومشون رو از 1 نخ رد میکنیم و دوباره به وسیله مهره سایز بزرگ مشترک میکنیم، یعنی 2 نخ رو از تو مهره سایز بزرگ رد میکنیم. اگه تا اینجا از این ویدیوی آموزشی ما خوشتون اومده اونو لایک کنید و کانالمون هم سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید. دقت داشته باشین هر یه مقدار از کاری رو که درست میکنید کارتون رو چک کنید ببینید اگر بین مهره ها فاصله هست با منجوقای ریز اون فضا رو پر کنید که به هیچ وجه نختون دیده نشه تا به زیبایی کارتون اضافه بشه. هدف ما اینه که در پایان یه کار زیبا داشته باشیم تا از دیدنش لذت ببریم. در طول کار ممکنه مجبور باشید چند بار کارتون رو بشکافین و دوباره شروع کنید و ادامه بدید تا چیدمان بهتری داشته باشین، هم از نظر رنگ و هم از نظر اندازه مهره هاتون. در پایان دوباره از گره مخفی کن استفاده میکنم تا کار رو ببندم. از زنجیر و حلقه استفاده میکنم تا با هر دور مچی قابل تنظیم باشه. سعی کردم در حین آموزش تمام نکات مهم رو بگم، ولی اگر سوالی داشتید برامون کامنت بذارین تا پاسخگو باشم. اندازه این دستبند بنا به سلیقه خود شما کوتاه‌تر یا بلندتر میتونه باشه و تعداد رجاش هم میتونه تغییر کنه. البته در نظر داشته باشین که با در نظر گرفتن اندازه مچ خود شماست. مچ هم به این طریق اندازه میگیرن که اول با سانتیمتر به طور کیپ دور مچتون رو اندازه میگیرید و به اندازه 2 تا 2.5 سانت بهش آزادی میدین. از این کار به عنوان گردنبندم میتونید استفاده کنید. فقط اندازش دیگه به اختیار خودتونه که میخواین چه اندازه رو براش در نظر بگیرید. برای بستن کار هم میتونید از قفل و حلقه استفاده کنید و هم از قفل تی میتونید استفاده کنید. از مگنت هم میتونید استفاده کنید. من اینجا از قفل و حلقه استفاده کردم، ولی قفلای دیگه به زیبایی کار اضافه میکنه. با در نظر گرفتن سلیقه خودتون از هر کدومش که بخواید میتونید استفاده بکنید. این شد پایان کار. امیدوارم آغاز دوستیمون باشه. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. به امید دیدار.